اینان همان کسانی هستند که زندگی دنیا را به بهای از دست دادن آخرت خریدند و به خاطر این تجارت زیانبار هیچ عفوی شامل حالشان نمی شود و کسی توانایی نجاتشان را از عذاب ندارد. ما به موسی تورات را عطا کردیم و پیامبرانی بعد از او فرستادیم. به عیسی پسر مریم نیز دلایل آشکاری دادیم و او را به واسطه روح القدس تأیید نمودیم. اما هرگاه که پیامبری آمد و چیزهایی گفت که با هواهای نفسانی شما سازگار نبود، متکبرانه سرکشی کردید. سپس عده‌ای را انکار کردید و عده‌ای را کشتید. و آنها گفتند که قلوب ما گواه مدرکه ما در حجاب است. پس نفرین خدا بر آنها به خاطر ناسپاسی و طغیانشان و چه اندک است ایمانشان. با آن زمان که قرآن خداوند به سوی آنها فرستاده شد، با آنکه آن را شناختند و کتاب آنها را هم تأیید می‌کرد و نیز با آنکه خود آنها خواستار نیرویی بودند تا بر کافران چیره شوند، اما باز به پیامبر و کتابش ایمان نیاوردند. پس نفرین خداوند بر همه ناسپاسان باد. چه معامله بدی با خود کردند آنگاه که از شدت حسد قرآنی را که خداوند نازل کرده بود قبول نکردند، زیرا نمی توانستند شاهد این باشند که خداوند فضل و کرمش را و هر کدام از بندگانش که بخواهد می‌دهد و بدین سان خشمی مضاعف آنها را فرا گرفت. بدانید برای ناسپاسان حسود عذابی خار کننده است. و هنگامی که به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل کرده ایمان آورید، گویند ما فقط به آنچه بر خودمان نازل شده است ایمان می‌آوریم و غیر کتاب خودشان را مردود می‌دارند، در حالی که این قرآن کتب آسمانیشان را تأیید می‌کند. ای پیامبر، به آنها بگو اگر چنانچه ادعا می‌کنید که فقط به کتاب خودتان ایمان دارید، پس چرا پیامبران خدا را به ناحق می‌کشتید؟ همانا موسی برای هدایت شما با دلایلی روشن به سویتان آمد، اما شما گوساله پرستی کردید و راه ظلم و ستم در پیش گرفتید.